انسان با اختیار زیباست. یک ثانیه تا به این فکر نکنید که من آیندم رو نمیتونم بسازم و این فکر دارم میگم از اینجا میاد که قبول نکنیم الانمون رو ساختیم. اگه قبول کنیم حالمون رو خودمون ساختیم، آیندمون هم میتونیم بسازیم به هر شکلی که دوست داریم. اینو قبول کنیم. میدونم اوایلش شاید 10 بار اول 20 بار اول سخته. مثلا میگه من کی به این فکر کردم، من کی به اون فکر کردم. حتی نمیخواد بگردیم به کی فکر کردیم بهش، توجه کردیم. شاید فکر نکنیم یه جا خوندیم، شاید فکر نکنیم یکی برامون تعریف کرد ما توجه نکنیم، شاید تو فیلم دیدیم احساسش کردیم، ولی ما جذب. این رو قبول کنیم تا بتونیم آیندمون رو تغییر بدیم. اون موقع میبینید چقدر زیباست زندگی با اختیار. من خیلی دوست دارم، گاهن دوستان میان میگن که مثلا من به این درآمد رسیدم، همسری دالمو جذب کردم اینا، بعد تاش مثلا میگن آشای دیگه اینا برام مهم نیست. اینی که نمیترسم برام لذت بخشه، چون من حس خودم درک کردم، من حس کردم اینو که آدم نمیترسه. یکی آدمو تهدید کنه، یهو بگم دلار رفت بالا، نمیدونم خونه اومد پایین، من میدونم زندگی دستمه، انقدر جذابه. به همه اون پوله، روابط، به همشون میارزه. این که آدم فکر میکنه زندگی دست خودمه، کسی نمیتونه من اون مسیری که میخوام برم منحرف کنه. اگر همین یک مورد آدم نداشته باشه، همش ذهنش درگیره. یکی میاد میگه بیچارت میکنم، این شب خوابش نمیبره. یکی میاد میگه خوشبختت میکنم، این از ذوق خوابش نمیبره، وایساده یکی دیگه خوشبختش میکنه. یکی میگه من باد ازدواج میکنم، یکی میگه ازت طلاق میگیرم، یکی میگه تو رو بهترین جا میرسونم، یکی میگه تو رو بدترین جا میرسونم. انگار مردم سوارمونن، به هر طرفی میخوام ما رو میکشن. ولی وقتی بگیم که خب بس من زندگیم رو خودم میسازم، تمام خودم میسازم. انسان با اختیارش زیباست. اون موقع میبینید چقدر زیباست زندگی با اختیار. من میدونم زندگی دستم انقدر جذابه.